ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمودند: نماز جلب کننده رزق، نماز حفظ کننده سلامتی، نماز دفع کننده ضرر، نماز دور کننده بیماری ها، نماز قوت دهنده دل، نماز سفید کننده رخساره، نماز خشنود کننده نفس، نماز برنده تنبلی، نماز فعال کننده عضوها، نماز دراز کننده قوت، نماز صفا بخش دل، نماز غذا بخش روح، نماز جلا بخش دل، نماز نگه دارنده است نعمت ها، نماز دور کننده بلاها، نماز جلب کننده برکت، نماز دفع شیطان، نماز نزدیکی به الله جل جلاله می باشد. أشهد أن محمد رسول الله.